این کباب کوبیده توری رو با این روشی که میگم درست کن که نه میریزه و نه به تور میچسبه. با اکوکوک همراه باشید. به 600 گرم گوشت چرخ کرده، 1 عدد پیاز بزرگ رنده شده، نمک و فلفل سیاه اضافه کنید. با دست حسابی برز بدید. انقدر برز بدید که گوشت از